فراتر از هیاهو، درک قدرت سکوت. در دنیای شلوغ امروز با حجم بالای افکار، حرف زدن‌های مداوم، پیام دادن و پست گذاشتن در شبکه‌های اجتماعی، زندگی ما پر شده از سر و صدای بی‌پایان. در این شرایط، سکوت نه تنها میتونه ارزشمند باشه، بلکه میتونه به طرز عمیقی تحول آفرین هم باشه. بنابراین بهتره قدرت سکوت رو بشناسیم و به طور عاقلانه ازش استفاده کنیم، به خصوص در 5 موقعیت مهم. در این ویدئو با هم همراه میشیم تا اهمیت ساکت بودن در این 5 موقعیت رو درک کنیم و زندگی هماهنگتر، هدفمندتر و با آگاهی بیشتر داشته باشیم. آرامش سکوت رو در آغوش بگیریم و راه حل‌هایی برای مشکلات زندگی خودمون پیدا کنیم. سکوت ضروریه. ما به همون اندازه که به هوا نیاز داریم، به سکوت هم نیاز داریم. درست مثل گیاهان که به نور احتیاج دارن. اگر ذهن ما پر از کلمات و افکار باشه، دیگر فضایی برای خودمون باقی نمیمونه. سکوت دروازه‌ای به آرامش درونی، آگاهی و خودآگاهیه. سکوت به همون فرصت میده که گوش کنیم، نه فقط به دنیای بیرون، بلکه مهمتر از اون، به نجواهای قلب و ذهن خودمون. سکوت یه ابزار قدرتمنده که میتونه نحوه تعامل ما با دنیا و روبرو شدن با چالش‌های زندگی رو متحول کنه. در این ویدئو 5 موقعیتی رو بررسی می‌کنیم که در اونها توصیه به سکوت میشه. بهتره به خاطر داشته باشیم که سکوت به معنای بی‌تحرک یا بی‌تفاوت بودن نیست. سکوت در مورد حاضر بودن، هماهنگ بودن و با اراده بودن صحبت میکنه. بیایید با هم این موقعیت ها رو بررسی کنیم، اهمیتشون رو درک کنیم و سکوت رو به عنوان یه منبع قدرت در آغوش بگیریم. موقعیت اول، سکوت در مقابل عصبانیت. این جمله که وقتی عصبانی هستی همیشه ساکت باش، سرشار از حکمته. چون عصبانیت یک احساس قدرتمند و اغلب مخربه. وقتی عصبانی هستیم، حرفها و کارهامون تحت تأثیر این احساس شدید قرار میگیره و میتونه به عواقب ناخواسته‌ای منجر بشه. عصبانیت از دلبستگی، نفرت و نادانی ناشی میشه. وقتی به خواسته هامون بیش از حد وابسته میشیم یا از چیزی متنفر میشیم، عصبانیت بر ما غلبه پیدا میکنه. تو همچین لحظاتی سکوت یه پادزهر قویه. سکوت به همون فضا میده تا مکث کنیم و به ریشه عصبانیتمون فکر کنیم. به همون اجازه میده یه قدم عقب برداریم و واکنش احساسی خودمون رو بدون قضاوت یا ابراز فوری مشاهده کنیم. از طریق سکوت میتونیم به درک عمیق‌تری از ریشه های عصبانیتمون برسیم. علاوه بر این، سکوت مثل یه سپر در برابر حرفهای تند و کارهای خشنی که اغلب همراه عصبانیت هستن عمل میکنه. سکوت جلوی آسیب زدن به دیگران و خودمون رو میگیره. تو سکوت و خویشتن‌داری میتونیم از روابطمون محافظت کنیم و فضایی آرام و سرشار از درک ایجاد کنیم. در سنت بودایی داستان 2 تیر وجود داره. تیر اول درد یا رنج اولیه‌ای رو نشون میده که وقتی یه اتفاق ناراحت کننده برامون پیش میاد تجربهش میکنیم. تیر دوم رنجی رو نشون میده که از طریق واکنشمون به تیر اول به خودمون وارد میکنیم. با تمرین سکوت در مقابل عصبانیت میتونیم از پرتاب کردن تیر دوم اجتناب و از درد و رنج بیمورد کم کنیم. تمرین سکوت در مقابل عصبانیت در مورد سرکوب کردن احساسات یا انکار وجودشون نیست،
در عوض دعوتیه برای رویارویی با احساساتمون به روشی سازنده تر و با آگاهی بیشتر. قدرت سکوت در مقابل عصبانیت در توانایی اون برای شکستن چرخه واکنش پذیری نهفته است. وقتی به یک موقعیت با عصبانیت پاسخ میدیم، اغلب زنجیره واکنش‌های منفی و رفتارهای نادرست رو تحریک می‌کنیم. عصبانیت ما میتونه باعث حالت تدافعی یا عصبانیت متقابل در دیگران بشه و منجر به یک چرخه مخرب از درگیری بشه. سکوت این الگو رو قطع میکنه و فرصتی برای یه راه حل آشتی جویانه تر و سازنده تر رو فراهم میکنه. سکوت در زمان مواجهه با غیبت و تهمت. همیشه وقتی که غیبت و تهمت میشنوی ساکت باش. این آموزه بر اهمیت گفتار آگاهانه و عواقب شرکت در ارتباطات مخرب و بدخواهانه تاکید میکنه. غیبت و تهمت مثل تیرهای زهرآلودی هستند که نه تنها به کسی که درباره‌اش صحبت میشه، بلکه به کسی هم که حرف میزنه آسیب میرسونه. گفتار درست یک اصل اخلاقی بنیادیه که بر اهمیت راستگویی، مهربانی و مفید بودن کلام تاکید داره. غیبت و تهمت این اصول رو نقض میکنه و میتونه باعث ایجاد ناهماهنگی و رنج بشه. انتخاب سکوت در برابر چنین حرفهایی با اصول گفتار درست همسوه و جامعه‌ای دلسوزتر و آرامتر رو ترویج میده. غیبت و تهمت اغلب از احساسات منفی مثل حسادت، دلخوری یا تمایل به خراب کردن شهرت کسی نشأت میگیره. درگیر شدن در چنین حرفهایی نه تنها باعث تداوم احساسات منفی در خودمون میشه، بلکه منفی نگری رو به دیگران هم سرایت میده. این کار میتونه به روابط، اعتماد و پیوندهای اجتماعی آسیب برسونه. سکوت در این موقعیت چند تا هدف رو دنبال میکنه. اول اینکه سکوت ما رو از شرکت در گفتار مخرب باز میداره. با انتخاب نکردن غیبت یا تهمت از عواقب اخلاقی و کارمایی حرف دروغ زدن یا آسیب زدن به دیگران اجتناب میکنیم. دوم اینکه سکوت فرصتی برای تأمل در مورد نیت پشت غیبت یا تهمت به ما میده. آیا ما به خاطر حسادت، عصبانیت یا ترس وارد این رفتار میشیم؟ چون این خودآگاهی میتونه محرکی برای رشد شخصی و تحول باشه. ممنوعیت غیبت و تهمت ریشه در درک قدرت کلام داره. کلمات میتونن واقعیت ما رو شکل بدن، روی احساساتمون تأثیر بذارن و زندگی دیگران رو تحت شعاع خودشون قرار بدن. وقتی در غیبت یا تهمت شرکت میکنیم، اغلب این کار رو از روی احساسات منفی مثل حسادت، دلخوری یا عصبانیت انجام میدیم. این احساسات میتونن قضاوت ما رو مختل کنن و منجر به گفتن دروغ یا اغراق در مورد عیب‌های دیگران بشن. وقتی با غیبت یا تهمت روبرو میشیم، میتونیم از خودمون بپرسیم چرا جذب چنین حرف‌هایی میشیم؟ آیا این کار رو از حسادت، برای اینکه احساس برتر بودن کنیم، یا برای آسیب زدن به کسی انجام میدیم؟ این خودآگاهی میتونه تحول آفرین باشه، چون باعث میشه نسبت به احساسات منفی خودمون و رنجی که ایجاد میکنند آگاه بشیم. به طور کلی، سکوت در برابر غیبت و تهمت فرهنگ مهربانی، احترام و همدردی رو ترویج میده. ما رو تشویق میکنه فراتر از عیب‌ها و کمبودهای دیگران نگاه کنیم و روی ویژگی‌های مثبتشون تمرکز کنیم. این کار باعث درک و دلسوزی میشه و به ایجاد یه جامعه‌ای هماهنگتر و مهربانتر کمک میکنه. سکوت در دل طوفان درگیری‌ها.
درگیری ها چه کوچک و چه بزرگ بخشی جدایی ناپذیر از روابط ما هستند، اما نحوه برخورد ما با آنهاست که نتیجه نهایی رو رقم میزنه. در مواجهه با اختلافات و درگیری ها تمرکز بر آگاهی، دلسوزی و درک طرف مقابل کلید حل مسئله است. درگیری ها اغلب از تفاوت عقیده، ارزش ها یا منافع نشأت می گیرند. این اختلافات میتونن به مشاجره های تند، کلمات آزاردهنده و آشفتگی احساسی منجر بشن. در چنین لحظاتی سکوت میتونه مثل آبی خنک عمل کنه و به ما فرصت بده تا یک قدم به عقب برداریم، تأمل کنیم و با خرد و دلسوزی پاسخ بدیم. سکوت در میانه درگیری به معنای فرار یا سرکوب احساسات نیست، بلکه فضایی رو برای گوش دادن فعال، همدلی و پیدا کردن نقاط مشترک ایجاد میکنه. با انتخاب سکوت به خود و دیگران فرصت میدیم تا بدون ترس از قضاوت یا بالا گرفتن درگیری حرفهایشان را بزنند. علاوه بر این، سکوت به ما اجازه میده تا از واکنش‌های آنی و هیجانی دست بکشیم. وقتی با عصبانیت یا حالت تدافعی به درگیری پاسخ میدیم، اغلب شرایط رو بدتر میکنیم و رسیدن به راه حل رو دشوارتر میسازیم. سکوت این چرخه واکنش دهی رو میشکنه و مکسی برای تفکر و پاسخی آگاهانه فراهم میکنه. درگیری ها جزء لاینفک روابط و تعاملات انسانی هستند، چه بحث با یک عضو خانواده باشد، چه اختلافی با همکار یا دوستی. درگیری تجربه ای رایج است. نحوه رویارویی و هدایت ما در درگیری ها می تواند تأثیر قابل توجهی بر روابط و آرامش خاطرمان داشته باشد. سکوت در هنگام درگیری به این خاطر توصیه می شود که می تواند زمینه ساز راه حلی آگاهانه تر و همراه با دلسوزی باشد. در اینجا سکوت به ابزاری قدرتمند برای گوش دادن فعال تبدیل می شود، مهارتی که اغلب نادیده گرفته می شود اما برای برقراری ارتباط مؤثر حیاتی است. با سکوت کردن می توانیم کاملا روی حرفای طرف مقابل تمرکز کنیم. می توانیم کلمات او را بشنویم، دیدگاهش را درک کنیم و با احساساتش همدردی کنیم. این گوش دادن دلسوزانه می تواند اوضاع را آرام کند و مسیر را برای گفتگویی سازنده تر هموار سازد. در عمل سکوت در حین درگیری به ما توصیه می شود که نیاز خود را برای درست بودن یا برنده شدن در بحث کنار بگذاریم. تمرکز ما باید فقط به یافتن نقاط مشترک و راه حلی معطوف شود که برای همه طرف‌های درگیر مفید باشد. با استفاده استراتژیک از سکوت می توانیم درگیری را از میدان نبرد به سکویی برای درک، همدلی و در نهایت رابطه‌ای قوی تر تبدیل کنیم. تا اینجا دریافتیم که به جای عکس‌العمل‌های تند و هیجانی، سلامت رابطه و اهداف بزرگتر درک متقابل و حل و فصل مسالمت آمیز را در اولویت قرار دهیم. این بازتابی از اصل عدم تعلق است که میگوید چسبیدن به خواسته های خودخواهانه منجر به رنج و موانعی در مسیر رسیدن به آرامش می شود. سکوت در غم و رنج. سکوت، حضور، همدردی و تمایل ما به گوش دادن بدون قضاوت را نشان می دهد. رنج کشیدن بخشی جدایی ناپذیر از زندگی انسان است. این رنج می تواند به اشکال مختلف از درد جسمی و فشارهای روحی گرفته تا سختی‌های زندگی روزمره بروز پیدا کند. هنگامی که شاهد رنج دیگران هستیم، ممکن است احساس کنیم باید راه حل یا کلماتی برای دلگرمی به آنها ارائه دهیم. اگرچه این نیت‌ها اغلب خیرخواهانه هستند، اما سکوت می‌تواند قدرتمندتر باشد. گاهی اوقات مهمترین هدیه‌ای که می‌توانیم به فرد بدهیم حضور و گوش دادن عمیق ماست.
سکوت در لحظات درد به فرد رنج دیده نشان می دهد که حاضریم بار غم او را شریک شویم. این سکوت فضایی را ایجاد می کند تا فرد رنج دیده بتواند احساسات، افکار و تجربیات خود را با سرعت خودش بیان کند. در این فضای آرام او می تواند آرامش و حمایت را بیابد. سکوت در لحظات درد حضور و همدردی ما را منتقل می کند. این سکوت به فرد رنج دیده پیام می دهد که برای حمایت و گوش دادن به او در کنارش هستیم. سکوت فضایی را برای فرد رنج دیده ایجاد می کند تا احساسات، افکار و تجربیات خود را به روش و زمان خودش به اشتراک بگذارد. سکوت پناهگاهی فراهم می کند که در آن بدون قضاوت شنیده شود. در این فضای آرام افراد اغلب آرامش و حمایت را پیدا می کنند. احتمالاً فرد رنج دیده احساس فشار کمتری برای وانمود کردن به حال خوب بودن یا پذیرفتن راه حل‌های عجولانه داشته باشد. سکوت به او اجازه می دهد تا رنج خود را به صورت خام و بدون سانسور بیان کند. این فرایند به اشتراک گذاشتن می تواند به شدت درمان بخش باشد، زیرا احساسات و تجربیات او را تأیید می کند. سکوت در دل رنج شخصی، در آغوش گرفتن درون. تاکنون درباره اهمیت سکوت در مواجهه با رنج دیگران صحبت کردیم، اما سکوت در زمان مصیبت‌های شخصی نیز می‌تواند قدرتی درونی داشته باشد. این سکوت فضایی برای درون نگری و دلسوزی نسبت به خود فراهم می‌کند. در این فضا می توانیم با رنج خود روبرو شویم، بدون قضاوت آن را بپذیریم و ماهیت آن را درک کنیم. با این حال این آموزه ها مخالف برون ریزی احساسات و ابراز نیاز به کمک نیستند. گاهی اوقات صحبت کردن با یک دوست دلسوز یا متخصص ضروری است. در نهایت سکوت در زمان رنج شخصی تمرین رها شدن است. با رها کردن قضاوت‌های خود و دیگران و رها کردن نیاز به کنترل شرایط می توانیم آرامش و پذیرش را در خود پرورش دهیم. با در آغوش گرفتن این تمرین می توانیم با دلسوزی بیشتری با خودمان رفتار کنیم، بر سختی‌ها غلبه کنیم و در نهایت از رنج به عنوان فرصتی برای تحول بهره‌مند شویم. علاوه بر این، سکوت پناهگاهی در برابر فشار وانمود کردن به حال خوب بودن یا توضیح دردمان به دیگران است. در حالی که به اشتراک گذاشتن رنج با دوستان یا متخصصان مورد اعتماد می تواند ضروری باشد، گاهی اوقات عمق درد ما فراتر از کلمات است. در این لحظات سکوت به ما آزادی بودن با رنج خود را می دهد. این که بدون نیاز به توضیح یا توجیه در کنار آن بنشینیم، در سکوت همچنین می توانیم با قدرت و حکمت درونی خود ارتباط برقرار کنیم. سکوت در زمان رنج شخصی پناهگاهی برای نگاه به درون و مراقبت از خود فراهم می کند. فضایی را در اختیار ما قرار می دهد تا بدون قضاوت درد خود را بپذیریم. این دلسوزی نسبت به خود جزء حیاتی التیام عاطفی است. وقتی منتقد درونی را ساکت می کنیم و به خود اجازه می دهیم رنج خود را تجربه کنیم، شرایط لازم برای پردازش و رشد را ایجاد می کنیم. هنگامی که در زمان رنج شخصی به درون خود روی می آوریم، ممکن است به حقایق عمیقی درباره خودمان و ماهیت رنج پی ببریم. می توانیم ناپایداری همه چیز را درک کنیم و بفهمیم که رنج مانند تمام تجربیات گذراست. همچنین می توانیم به وابستگی متقابل زندگی پی ببریم و درک کنیم که رنج ما جدا از دیگران نیست، بلکه بخشی از وضعیت انسانی است.
این درک می تواند منشأ آرامش و حکمت باشد. سکوت در زمان رنج شخصی تمرینی عمیقاً ریشه‌دار در دلسوزی به خود، مراقبت از خود و کشف خویشتن است. به ما اجازه می دهد تا بدون قضاوت درد خود را ارج نهیم، پناهی در برابر فشار توضیح دادن بیابیم و با قدرت و حکمت درونی خود ارتباط برقرار کنیم. با پذیرفتن این آموزه شرایطی را برای التیام و رشد شخصی فراهم می کنیم. در این ویدئو درک عمیقی از قدرت تحول آفرین سکوت در 5 موقعیت مهم به ما ارائه شده: خشم، سخنچینی و بدگویی، درگیری، مشاهده رنج دیگران و رنج شخصی. در این لحظات سکوت به عنوان منبعی برای آگاهی، دلسوزی و رشد شخصی عمل می کند. سکوت به معنای منفعل بودن یا بی‌تفاوتی نیست، بلکه انتخابی آگاهانه و عمدی برای ایجاد فضا، گوش دادن، تأمل و واکنش با خرد و همدردی است. با حفظ سکوت در این 5 موقعیت خود را برای تبدیل احساسات منفی، پرورش دلسوزی و تقویت درک متقابل توانمند می سازیم. از روابط خود محافظت می کنیم، آسیب‌ها را به حداقل می رسانیم و به ایجاد دنیایی هماهنگتر و پیوسته تر کمک می کنیم. سکوت ضروری است، همانطور که به هوا نیاز داریم و همانطور که گیاهان به نور نیاز دارند، ما نیز به سکوت نیاز داریم. اگر ذهن ما پر از کلمات و افکار باشد، فضایی برای خودمان باقی نمی ماند. با سکوت عمیق در این 5 موقعیت فضایی را کشف می کنیم که برای زندگی آگاهانه تر، دلسوزانه تر و اصیل تر به آن نیاز داریم.